الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. در آستانه ماه ربیع الاول قرار گرفته ایم، ماهی که در این ماه در این روزها رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مادر متولد شدند. دوازدهم ربیع الاول بود که پیغمبر خدا علیه السلام از مادر متولد شد. روز دوشنبه بود. در شب وقت طلوع فجر صادق بود که این هستی بزرگ از مادر خودشان متولد شدند. شب بود. این روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مادر متولد شدند خوشحال ترین روز در تاریخ بشریت هست. برای مسلمان ها خوشحال ترین روزی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مادر متولد شدند. اما روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم از این دنیا خداحافظی کردند، وفات کردند و رفتند، غمناکترین روز در طول تاریخ بشریت بود که پیغمبر خدا علیه السلام وفات کردند و رفتند. لذا آنهایی که نویسنده بودند، نویسندگان عصر حاضر و گذشته، خطبا، سخنرانان، همیشه در این وقتها یادی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد میکنند. به یکدیگر توصیه میکنند که عامل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، سیرت رسول الله را دریابیم، بر سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عامل باشیم. مسلمانان که با همدیگر محبت میکنند، بزرگان ما میفرمایند یک قسمتی از محبتش نشأت برگرفته از محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون وقتی ما میگوییم ما مسلمانیم، ما اسلام را قبول کرده ایم، ما عامل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، مسلمان ها مثل ید واحده و امت واحد در مقابل کسانی قرار میگیرند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به عنوان نبی قبول ندارند. لذا می طلبد که در این روزها اخوت، برادری، عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ذکر، یادآوری رسول اکرم در محافل عمومی و خصوصی، آداب و سنن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مجالس صورت بگیرد. به کثرت درود فرستاده بشود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این از این باب، از این گفته، از این باب است که دوستان و عزیزان محترم، چیزی را که بنده میخواستم خدمت شما بگم، در همین آستانه و در همین وقت و زمان که مسلمان ها آمادگی برای تبریک یا ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به نوعی ماه ربیع الاول را به خودشون متذکر میشن، دشمنان اسلام از این غافل ننشستند. نشریه شارلی دوباره امروز یا دیروز بود که بلوا برا انداخت. در آستانه سالگشت تولد نبی رحمت و نبی رأفت بهانه‌ای درست کردند که پیغمبر نبی آخر زمان من و شما را به عنوان پیامبر خشونت جلوه بدهند.
ما مسلمان ها معتقد به اینیم که نبی ما نبی رحمت، میخواستن جلوی گفتار ما را بگیرن، رسول ما را به عنوان نبی ما را به عنوان پیامبر خشونت جلوه دادن، معرفی کردن در جمع خودشون، پیش خودشون. عکس که از دیدگاه خود مسلمان ها مشکل داره، کاریکاتور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به نوعی کشیدن، به دنیا و به دنیاییان معرفی کردن که مسلمان ها از دستشون هیچ چیز ساخته نیست. مسلمان ها وقت و زمان خودشون را با اختلافات داخلی دارند سپری میکنند و میگذرانند. اما اشتباه از این که اگر ما مسلمان ها بر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم، عامل بر سنت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، ما می توانیم اتفاق و اتحادی را در دنیا ترسیم بکنیم که هیچ کسی جرأت بهانت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشته نباشد. اهانت گفتار با کردار که موجب تخفیف در بعضی از تصاویری که اخیراً کشیده شده، اینا همه بر میگردد به خفت عقل اون فردی که این کار را کرده است. حقوقدانان دنیا همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که این نوع اهانت در جامعه پذیرفتنی نیست. این حسادت و کینه چندین هزار ساله جلوتر را دارد ترسیم می کند و مسلمان ها بیدارند و کاملا می دانند. پیغمبر خدا علیه السلام پاک بود، پاک به دنیا آمد، پاک از دنیا رفتند و معصومند. امت اسلامی همه اتفاق نظر دارند بر عصمت انبیا، بالاخص عصمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودند. شفا میگوید وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مادر متولد شدند، هر بچه‌ای که از مادر متولد میشه آغشته با خونه و یه سری چرک و غیره، وقتی رسول الله از مادر متولد شدن پاک و صاف از مادر متولد شدن. نوری، گویا که نوری را ما مشاهده کردیم، دنیا را روشنایی داد. اما خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صبح صادق از مادر متولد شدن. شفا هم دایه ایشان هم متولد به ایشان هم مسلمان شد، اسلام را قبول کرد. اما اخلاق تمام انبیا مختصر و خلاصه در سید المرسلین می شد. حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری، آنچه همه خوبان دارند و تو تنها داری. همه خوبی های انبیا در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت. اگر اخلاق حضرت آدم، معرفت حضرت آدم را و اخلاق حضرت آدم را می‌خواهیم مورد ارزیابی قرار بدهیم، خلاصه شده بود در وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. معرفت حضرت ادریس، شجاعت حضرت نوح، دوستی حضرت ابراهیم، قربانی حضرت اسماعیل، رضایت حضرت اسحاق، بشارت حضرت یعقوب، جاه و جلال حضرت موسی، وقار حضرت الیاس، حکمت حضرت لوط، دل حضرت ایوب، شیرین زبانی حضرت داود، پاک دامنی حضرت یحیی، زهد و تقوای حضرت عیسی، اطاعت حضرت یونس. تمام این چیزها در نبی ما خلاصه شده بود. تمام این خوبی ها که به تک تک در تمام انبیا بود، همه جمع شده در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در وجود زیبا و نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه یک جا جمع شده بودند. لذا سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چهره زیبا و دلارای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وقتی اهل کتاب مشاهده می کردند، می دیدند
سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که پدر و پدر بزرگان من، همین سلسله نسب را بگیریم ببریم به حضرت آدم برسانیم، در هیچ یکی از پدران و مادران من هیچ گونه بی عفتی وجود نداشته، همه پاک بودند، همه پاک بودند. الان قابل بحث نیست که توضیحش بدم، وقت مختصره، اما همه پاک بودند. از پدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا میرود سلسله نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت آدم میرسد، به حضرت اسماعیل میرسد و به حضرت آدم میرسد، همه اینها پشت به پشت همه پاک بودند. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. من هیچ آموزشی از بی عفتی در وجود من، در وجود خاندان من، در وجود پدران من وجود نداشته است. سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وقتی مورد ارزیابی و مطالعه قرار می دهیم، عادات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مورد مطالعه قرارش میدیم، به ما این درس را میدهد، به ما این تعلیم را میدهد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه در حیات خودشون که زنده بودند و بعد در صحرای قیامت به فکر شما این امت بودند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر حال از زندگی خودش به امت سنت رو تعلیم داد. وقت ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی از مادر متولد شدن، ایوان و کاخ پادشاه ایران به هم ریخت. وقتی پیغمبر خدا علیه السلام از مادر متولد شدن، آتشکده فارس که چندین هزار سال سابقه داشت خاموش شد و برای همیشه خاموش شد. روم و پادشاه روم متزلزل شد، اختلاف در میان اونها افتاد. زمان ولادت خود به خود اختلاف در میان اونها افتاد، نتونستن بعد اختلاف خودشون رو جمع بکنن. ولادت رسول الله چنان روز مبارک و مأمونی بود که اهل فارس متوجه شدند کاخ انوشیروان با ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکسته شد، برای همیشه هم شکسته شد. امروز هم هر کسی زبانی بر علیه رسول الله بیرون بیاورد، بر علیه رسول الله در اون کاخی که حرف زده بشود، اون کاخ هم شکسته می شود ان شاء الله العزیز. مشاهده خواهید کرد اون روزنامه‌ای که بر علیه صاحب ما، سرور ما، عزیز ما، نور چشم ما، کسی که ایمان ما با اون تعلق دارد، اگر اون بیاید بر علیه ساحت مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبتی بکند، اون کاخش مثل کاخ انوشیروان شکسته می شود. ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آتش مجوسیان خاموش شد و برای همیشه خاموش شد، دیگه روشن نشد. پیغمبر خدا علیه السلام شخصیتی بی همتا، بی بدیل بودند. ایمان همانطور که ما به خدا ایمان داریم، ایمان ما بر رسول الله هم ثابته. خدای نکرده اگر نسبت به خدای عزوجل حرفی گفته بشه ما نمیتوانیم تحمل بکنیم. همان ایمان رو اعتقاد به این داریم که اگر نسبت به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوچکترین اهانتی بشود قابل تحمل نیست. برای ما این قابل تحمل نیست که نسبت به ازواج مطهرات توهین بشه، برای ما این قابل تحمل نیست که نسبت به صحابه حرفی گفته بشه، همانطور برای ما قابل تحمل نیست که برای رسول الله، همانطور برای ما قابل تحمل نیست که درباره خدا حرفی گفته بشه. اینا یه چیزی هستن که ثابت شده برای مسلمان ها هستن. برای ما این قابل تحمل نیست که درباره اهل بیت حرفی گفته بشه. اهل بیت ایمان مایه، ایمان ما درباره اهل بیت ثابت شده. ما جان خودمان را برای
رسول الله فدا میکنیم. ما جان خودمون را برای صحابه رسول الله فدا میکنیم. ما جان خودمون را برای اهل بیت رسول الله فدا میکنیم. برای مجموعه ای که زیر مجموعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شاگردان رسول الله بودند، جان نه یک جان بلکه هزاران جان خودمان را برای رسول الله فدا میکنیم. زمانی که حضرت عثمان را رسول الله فرستادن برای مذاکره به مکه، فرستادن که برو مذاکره بکن در مکه. اطلاع داده شد که حضرت عثمان شهید شده. پیغمبر خدا دست را در دست قرار داد و گفت من بیعت میگیرم که خون حضرت عثمان پایمال نشه. صحابه همه دستای خودشون را در دست رسول الله گذاشتن. نگاه کنید، رسول الله به خاطر یک صحابه تمام صحابه را گفتن من فدا میکنم. ما برای امتم همچنینه. پیغمبر دغدغه داشتن، فکر داشتن، آخرین کلمهش امتی بود. همیشه وقتی عایشه میگوید کنارش قرار میگرفتیم چنین کلماتی شنیده میشد. وقتی رسول الله در فکر این امته و در فکر من و شما حداقل همین کار را بکنیم که بر سنت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام مجسمه اخلاق بود. پیغمبر خدا علیه السلام از سر تا پا همیشه منقاد دستور الله رب العزه بود که خدا چی دستور میدهد بر دستور خدا و خداوند عزوجل عمل میکردند. وقتی که در شکم مادرش بودند عبدالله وفات کرد، پدرش وفات کرد. اما عبدالله از یک جایی میگذشتند، پدرش میخواست ایشان را حضرت عبدالله را برای دامادی جایی ببرند. با یک کاهنه روبرو شدند، با زنی روبرو شدند، زنی که عالم به تورات بود، عالم به انجیل بود. به عبدالله گفت عبدالله با من عروسی میکنی؟ دانست، در چهره و جبین عبدالله دانست که نبی آخر الزمان، این پدر نبی آخر الزمانه. گفت با من ازدواج میکنی؟ عبدالله چیزی نگفته. گفتن نه من با شما ازدواج نمی کنم. با بیبی آمنه ازدواج کردن. بعضی همین رو از عبدالمطلب نقل میکنن، بعضی از عبدالله نقل میکنن. به هر حال پیغمبر خدا علیه السلام پرسیده شد از این کاهنه، از این یهودیه، از این پرسیده شد چرا چنین پیشنهادی را داده ای؟ گفت من در چهره آن نوری دیدم. گفت الان با تو میخواهند عبدالمطلب ازدواج کنه؟ گفت الان دیگه نمیخواهم ازدواج، چون اون نور رفت، اون محمد بود. مادر اون آمنه در سن 6 سالگی بود که از مادرش در سن 6 سالگی بود که آمنه وفات کردند. 8 سالگی بود پدر بزرگشون را از دست دادن و در زیر سرپرستی ابو طالب تا سن بلوغ و بعد از حمایت ابو طالب برخوردار بودند. ابو طالب پدر حضرت علی رضی الله تعالی عنه هستند. حمایت کردند از رسول الله. حضرت خدیجه از رسول الله حمایت کردند، با مال و جان حمایت کردند. اون زمانی که ابو طالب و خدیجه از دنیا رفتند، اون سال را عام الحزن می نامند که سال غم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما دوستان، سنت عمل به سنت رسول الله، پیغمبر خدا علیه السلام مکتب رسول الله مکتبی پویا بود، مستغنی از همه مکاتب بود. مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکتبی بود که در همه قسمت‌های زندگی اگر نگاه بکنیم جوابگوه. خوردن، خوابیدن، نوشیدن، بلند شدن، ازدواج کردن، همه زندگی، مراحل زندگی پیغمبر خدا علیه السلام برای ما درس گذاشتن، سنت گذاشتن. آب را وقتی می نوشیم بسم الله بخوانیم، آب را وقتی می نوشیم بنشینیم، آب را وقتی می نوشیم با 3 نفس جدا بکنیم لیوان رو، ظرف رو از دهنمون بنوشیم. این همه سنت رسول الله یعنی. فقط در همین نوشیدن شما گفتار رسول الله را اگر نگاه کنید، اگر با 1 نفس انسان آب را بنوشد با تنگی نفس روبرو می شود. پس سنت زیبای رسول الله اینه که 3 بار با 3 بار جدا کردن از دهن ظرف رو
آب را بنوشید. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. غذا خوردن، وقتی غذا میخوریم با دست راست غذا بخوریم. وقتی غذا میخوریم بسم الله بخوانیم. فراموش کردیم بسم الله اوله و آخره بخوانیم. وقتی که سفره پهن میشود اول بزرگتر دست خودش را سر سفره بگذارد. اینا همه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوابیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بلند شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواب، تمام این مراحل زندگی را اگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار بدهیم برای من شما درسند. صحابه زمانی موفق شدند، صحابه زمانی موفق شدند جلوی کاخهای ایران و روم ایستادند که عامل بر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند. از خاطره من و شما دور نیست که حضرت حذیفه رازدار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، رازدار و رازدان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، محرم رسول الله بود. اصحابی و منافقین، لیست منافقین را حضرت رسول اکرم به حذیفه داده بودند. حذیفه صحابی بود که بعد از وفاتش چندین هزار سال وقتی بادشاه وقت خواب دیدن که حذیفه به پاهایش آب دریا رفته و آب نزدیک شده، کنار دریا دفن شده بود، گفت من را از اینجا بیرون بکنید، جای دیگر من را دفن بکنید. پادشاه توجه نکرد، علما خواب دیدن، نبش قبر شد، قبرش را باز کردن، حذیفه را از قبر بیرون آوردن. جسد صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح بود، نه اینکه جسد، اعضای بدنش صحیح و سالم بود، اعضای بدنش صحیح و سالم بود. چرا؟ اینها شاگردان مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. در همونجا متخصص چشمی وجود داشت که از مسلمان نبود، غیر مسلمان بود. چشمهای حضرت حذیفه را نگاه کرد، گفت روشنایی و چشمایش مثل روز اولند، هیچ گونه تغییری نکرده اند. این صحابی رسول الله. حضرت حذیفه چه کار کردن؟ عامل بر سنت رسول الله بودن. یکی از سنت هایی را که حذیفه عمل کرد این بود، وقتی در کاخ ایران برای مذاکره با بادشاه ایران رفتن، لقمه از دستش به زمین افتاد، لقمه از دستش به زمین افتاد. سنت رسول الله اینه که لقمه رو پاک کرده، تمیز کرده بخورید. حذیفه چشمش رفت، یا ربیع بود یا حذیفه، چشمش رفت به لقمه که لقمه را بردارد. صحابی که کنارش نشسته بود گفت این سفره مال کسرای، مبادا این لقمه را برداری که با آبرو حیثیت ما بازی میشه. میدانید حذیفه چی جواب داد؟ حذیفه گفت اترک سنت نبینا لهؤلاء الحمقا. ایا من سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به خاطر چنین احمقایی از دست بدم؟ نه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی که به مکه رفتن، شلوارش پایین بود، شلوارش بالا بودن. آمدن سرداران گفتن شلوارت خیلی بالایه، کمی پایین بندازش. سردار سفیدریش، کسی که صاحب عزت و شرف و کرامت، شلوارش زیر پایش باید کشان باشه. چی جواب دادن؟ گفتن هکذا عذرت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم. ازار و شلوار رسول الله چنین بوده، من چنین پوشیدم. خودشان را از سر گرفته تا پا مجسمه اخلاق بود رسول الله. صحابهش مثل خود رسول اکرم صلی الله علیه هیچ گونه تفاوتی نداشتند. از بیرون مدینه اگر وارد مدینه کسی میشد، اگر صحابه را نگاه میکرد و رسول الله را نگاه میکرد، نمیشناخت مگر اینکه معرفی بشن. پیغمبر خدا وقتی با حضرت ابوبکر وارد مدینه شدن، مردم مدینه ناآشنا بودن، اول بود، تازه هجرت کرده بودن، نشناختندش. ابوبکر سایه گذاشتن بر رسول الله، چادر را همه به طرف رسول الله رفتن. صحابه خودشون را در سنت مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار، عامل بر سنت بودن که تونستن اسلام را به منطقه من و شما برسانند. امروز اگر شما تعدادی از صحابه را میبینید قبرشان در منطقه اصفهانه، بعضی ها را میبینید که در ایرانه، و بعضی را میبینید در چینه، بعضی را میبینید در مصر، بعضی را میبینید که در عراق. این صحابه
خانه هایشون اونجا نبوده، خانه های اینها در مدینه بود، خانه های اینها در مکه مکرمه بود. اینها خودشان را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فدا کردند و جوابش را هم گرفتند. قرآن نازل شد رضی الله تعالی، خدا از صحابه راضیه، برای همیشه امت باید بگه رضی الله تعالی عنهم. هر جا که اسم صحابی می آید بگویید رضی الله تعالی عنهم. وقتی نام رسول الله می آید درود می فرستید و وقتی نام زیبای اصحاب رسول الله و اهل بیت برده می شود باید اونجا هم همین حرفا گفته بشوند رضی الله تعالی عنه. اما سنت رسول الله مجدد الفسانی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله دو بزرگن در این امت گذشته‌اند، شخصیت هایی که در این امت در زمان خودشون و بعد از زمان هم اعتقاد ما اینه که بی همتا و بی بدیل بود مجدد الفسانی. مادر مثل مجدد الفسانی در زمانش نمی زاید، بعد از اون دیگه اشرف علی تانوی رحمه الله برای شما امت نمی آید. این اعتقاد شخصی بنده هست. اما مجدد الفسانی می گوید در علم ظاهر تمام علوم را کسب کردم و همه را به همه به نوعی ورود کردم. در علم باطن هم همچنین به اذکار رفتم، به قدری در علم باطن رفتم، در علم تصوف رفتم که برم ببینم چه خبره. از یک بر دریا وارد شدم، از کنار دیگر دریا بیرون شدم، اما بر همه اینها عمل کردم، به خدا نزدیک شدم. اگر بگم چجوری به خدا نزدیک شدم شما مرا تکفیر میکنید، نمیفهمید، قابل فهم و درک شما هم نیست. اما جمله آخر مجدد الفسانی اینه، دعا میکند بار الها من را توفیق اتباع سنت رسول الله را نصیب بفرما و میفرماید بار الها من را بر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنده نگهدار. و آخری دعایش بار الها من را بر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موت نصیب بفرما. یعنی در زندگی معامله بر سنت باشم، محاسن گذاشته باشم، لباسی که می پوشیم، لباس را نوع پوشیدن لباس، اینا همه سنتن، غذا خوردن، خوابیدن، بر همه اینها عمل کردن، همه اینها را مد نظر خودش قرار می دهد. لذا دوستان و عزیزان محترم، سنت و عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما سعادت. عدم عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امت را به قعقرا میبرد و گاهی وقتی امت با یه مشکلاتی که امروز روبرو هست مواجه میشه. اختلاف امت از این نشأت میگیرد عدم عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا دوستان و عزیزان محترم، چند روزی جلوتر اهانتی به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شده بود. نشریه شارلی ابدو که دوباره همین دیروز بود یا پریروز از دوباره بلوا در منطقه به راه انداخت. میدانست که آستانه سال گشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، میدانست که روز ولادت رسول الله و مسلمان ها از ولادت برای خودشون توافق و اتحاد و محبتی نسبت به اون دارن. دست از قلم نگذاشت و میخواست به مسلمان ها طوری معرفی بکند که نبی را که شما نبی رحمت میگویید، نبی را که شما نبی رأفت میگویید، نبی شما نبی خشونته. اما غافل از این که نبی ما رحمته. هرچی همانطور که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به رسول الله اهانت شد، مسلمان ها صحابه جمع شدند، کنار همدیگر جمع شدند. امروز هم می طلبد که با اهانتی که در دنیا می شوند شما مسلمان ها ید واحد بشوید، ید واحد، دست را بلند کنید. دوستان، همه ما بیعت بر این می کنیم که عامل بر سنت رسول الله باشیم. دست را بر این بلند می کنیم که دست و زبان هر کسی که به ساحت مقدس رسول الله توهین کرد زبانش را از حلقومش بیرون می کنیم انشاءالله. نبی گذاریم، اجازه نخواهیم داد کسی به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توهین بکنه. و هر کسی
و هر کسی این فکر را می کند که مسلمان ها اگر با هم دیگه اختلاف دارند ما می توانیم در صفهای اونها بیشتر اختلاف بیندازیم، کور خوانده است. مسلمان ها بیدار می شوند. بیدار هستید یا نه مسلمان ها؟ ایمان شما به رسول الله هست یا نیست؟ هست. جان خود من را فدا می کنیم، هزاران جان خود من را به رسول الله فدا می کنیم و فدا شدن جان ما این هست که بر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم. اون کسی که این کارو کرده خدا میداند با اون چه کار بکند. اون کاخی که بر علیه رسول الله حرفی از زبان گفته اون کاخ انشاءالله شکسته میشه، ویران میشه، دیوارهای اون کاخ شکسته میشوند، ستونهای اون کاخ ویرانه میشن انشاءالله العزیز. شما مشاهده خواهید کرد. اما این که به مسلمان ها خشونت را نسبت میدهند، مسلمان ها خشونت در وجود مسلمان ها نیست. از اینکه وقت مبارک شما را گرفتم، حضرت استاد بزرگوار حضرت شیخ الاسلام حفظه الله نشسته بود، زبان درازی کردم و با صدای بلند صحبت کردم. از همه شما دوستان و از حضرت مولانا معذرت خواهی میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.